شما که اینقدر حافظه خوبی داری، از گذشتن چیزی به خاطر داری؟ مثل یه لحظه ای که همیشه در ذهنته، شاید بعضی وقتا خوابش رو ببینی. الان 7 سالمه، توی اتاقی کناری یک خونه بزرگ که ایوونم داره، بعد صورتم برمیگردونم سمت بابام. من روی فرش قرمز نشستم، یه متکای کوچیکم همینجوری گذاشتم و دارم با عشق فوتبالیست رو میبینم. بعد تصویر رو اون توپه، تو منتظری گل میشی یا گل نمیشی و گل میشی. یا بابام دستمو میگیره میگه لباستو بپوش با هم بریم پارک. با اون دستای پیرش و ترک خوردهش دست منو میگیره